радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. ناصر عباس با مراق افزاینده تبسم کنان گوش میداد. اکنون چند ملاحظه خودم در اساس این گفته ها. مرحمت دکتر، ما رول هامون را عوض کردیم، بید آن را تا آخر ادا کنیم. نفی که کمیتیت فرض کردیم کمیته رایانی نظارت به دولت و خلق میرساند، گاه ها از بعضی مؤسسه هایی که 10-12 نفر آنجا کار میکنند و ماشین ها کاتب شفیع و دو دستگاه زیادی دارند بیشتر است. لیکن خادم نظارت درباره تنهایش فکر نمی کند، چرا که فکر او شب و روز به اندیشه بند است که چیکاری کند که خراجات دولت به اپارات اداره ها کمتر شود. اما همه این از جهت ظاهری کار است. به احوال سلامتی خادم نظارت اگر از نقطه نظر تحقیقات ما نظر کنیم، بحث و مناظره، جنجال و کشاکش تأثیری منفی می رساند. دکتر صبر کنید، اجازه دید که به شما اعتراض کنم. تا همین جا مشاهده هایتان درست بودند، لیکن آید به موقع کشاکش حق به جانب شما نیست. شما هم به نظرم دعوایی ندارید که نزاع و مناقشه به صحت مردم قسمت مرهم را ادا می کرده باشد. نه دکتر جان، لیکن وی شکل مبارزه و عامل پیشرفت جمعیت است. آن نمک را شور گفته از استعمال برآورده نمی شود که. شبهه دارم که مناقشه چون واسطه پیشرفت جمعیت حلقه ناگزیر سلسله زندگانی باشد. بیهوده، بی اساس شبهه میکنید دکتر. اگر با یک عمر با یک قرار به معنی و خوشروی آبادی جمعیت و طبیعت تأمین میشد، حاجت این همه داو و دستگاه نبود. آدمی که ها به نظر چون موری می نماید که به دیوار لغژانی چسبیده است. تا به سر دیوار نرسیده به پایان می لغژد، اما باز می براید و می لغژد، باز و باز چسبیده می براید، اما روزی از روزها به سر دیوار می براید، به مقصد می رسد. لیکن او را دیوار تازه‌ای در سر راه است، زیرا بنای زندگی یک آشیانه نیست. به نزاع و تلاش خراب کننده عصب ضد بودن شما طبیب غمخوار حادثه طبیعی است. لیکن بحث بین دو کس یا دو مؤسسه چیست؟ انقلاب ها، تبدلات ساختهای جمعیتی، جنگ و جدال و خونریزی های عظیمی در کار و نادرکار واقع شده بودند که تا که جمعیت به پایه امروزش برسد. از در زیور نمایان شد که کرته شنمی اطلسش را پوشیده به رفتن آماده بود. او خبر آورد که زرداد خان را به نزد سر دکتر دعوت می کنند. من از افتش فکرم را فهمانیده نتوانستم. از جا خیسه گفت دکتر، من هم نمی گویم که زندگانی باید حتما بی اختلاف و بی تلاش شود. می گویم که شاید علاج یافتن میسر گردد که تأثیر ناگوار این کشاکش به صحت آدمان کمتر شود. شما معلم نقص گفتید که روزگار بی نمک نمی گذرد، لیکن آخر به نان و آش هم نمک را با میارش می اندازند. عجبا می گفت به خود ابراهیم جان، گپی هر دویش هم از منطق خالی نیست. پس کدامش حق؟ یا همین خیل بحث می شود که سخن هر دو جانب برابر حق یا ناحق باشد. به هر حال دکترشان هم انایی نیست. از بین دکتران بیهوده اینقدر آدمان فاضل و عاقل نمی برایند. در این جای تعجب هم نیست، چون که دکتر به شرافت کسبش با فلسفه روزگار بسیار مشغول می شود. هر کس تن خود را بشناسد
موجودات را، همه حیات را بهتر و تیزتر میشناسد. حرکت مانده را در جسم خود یا پیکر بیماران احساس کند، حرکت آن را عموما در عالم نظر به دیگران روشن‌تر می‌بیند. طبیب حاذق جسم آدمیزاد را آنقدر واضح می‌بیند و می‌داند که دیگران مثلا لنده بودن تربوز را. پس از رفتن دکتر ایوان امک ابرو گیری کرد و با آهنگ طعنه‌آمیز گفت: به جای شما میشدم کار را کشال نکرده معلومات لازمه علی خان را زودتر گفته میدادم. شما عجیب اندریش، من چگونه معلومات دارم؟ خیر، من سهو کردم، سرگذشت. و زبان علمی امروزه همه چیز معلومات بوده است، هم سرگذشت شخص و هم گفتار رادیو، هم اخبارات اداره استاتیستیکا. میگویند که شوقخون اتومبیل هم یک نوع معلومات بوده است. ناصر عباس چیزی نگفت. ایوان امک به ابراهیم جان روی آورده با همان لحن نکوهش گفت: به جای شما هم پسر هم تو میکردم. خب نیست به خیالم. ولی با کار ضروری علمی مشغول. من همین خیل فهمیدم با این عقل کوتاه پیرانم. ناصر عباس از چه سببی از نقل سرگذشتش گردن تافت. دکتر مجبور شده هر چیزی که درباره کسب و کار او میدانست به مابین آورد تا با همین واسطه رشته صحبت یله شود. با وجود آن ناصر عباس چیزی نگفت. ایوان امک باشد از این گونه رنگ گرفتن کار ناراضی است، حتی میتوان گفت قدری آزرده هم شده است. ابراهیم جان از دهان خود زرداد خان شنیده بود که او با ایوان امک همسایه دیوار در میان است، اما نمیدانست که آنها را رشته های دوستی دیرینه به هم پیوستند. سال پنجم که هر فصل بهار دق نفس ایوان امک اوج میگیرد و او خود را به دست زرداد خان میسپارد. ایوان امک به این دختر جوان پردام و پتکار آنقدر اعتقاد دارد که بعضی کسان به ایشان و ملاهای عزایم خان دارند. ایوان امک با قیافه رنجیده ظرفها و گزیده های در روی صندوقچه چیزمانکش بی این هم با ترتیب خوابیده را از سر نو جا بجا کرده اکنون میخواست به در رود که یکی از آشناهای طبابت خانگیش پسرک 10-11 ساله در آمده آمد. به نزد موی سفید چندی از بیماران که ها باز خوابیده همچون به نزد شخصی نزدیکشان رفت آمد داشتند. موی سفید پسرک را به سر میز نشانیده در پهلویش خود نشست و طبقی را که پر از سیب و ناک بود و رویش را با دسترخوانک سفیدی پوشانیده بودند به سوی مهمان تیله داد. بگیر سهراب جان، میوه بخور، همه اش تازه شستگی. روی پوش طبق را گرفته مراعات نمود ایوان امک. رحمت، یک تا ناک میخورم، گفت پسرک با تمکین. اینها، او به سوی دالان اشاره نمود، خوراک خوشتم پخته نمیتوانستند، حیف آذوقه. پگاهی از شیربرنجشان بوی دستمال دیگ می آمد. نخوردم. پسرم، اینجا هم پزنده ها هستند، اعتراض نمود ایوان امک. لیکن در طبابت خانه طعام را پیش از همه به نیت شفا میپزند، نه برای لذتش. با وجود آن لذیذتر پزند نیت شفا هم زودتر بجا می آید، گفت سهراب جان و پیرمرد به این گپی به منطق جواب یافته نتوانسته خجالت آمیز سرفه کرد و به سقف خانه چشم دوانید. خیر، کارها چطور؟ رشته صحبت را به دیگر طرف کشید و آنقدر تعریفی نه. باز چی شد؟ پدرم آمده بود، حاضرکک رفت، به انبار سلخاس تکنیک آمده بوده است. میگوید که قریب در نصف زمین پخته از نو کاشتن در کار. در همه رایان احوال همین. شما مشقتی کاری صحرای نغز میدانید، خودتان اگرانم. من زد تکنیک بودم سهراب جان. عمرم در صحرا گذشته است گفته بودید. عمر زد تکنیک هم در صحرا میگذرد. من به گله اسبان نگاه و بین میکردم. اکنون فهمیدم. به هر حال ما یاش ده. تا حالا یاش. لیکن دیگر بچه های همسینت هم تو بر این از دنیا با خبر می شدن. من به گفت شما تاجیک ها تا قیام با آسمان می پرتافتم.
بچه های دیگر هم درست امک. نسل حاضره پخته، هوشیار. ابراهیم جان بزر از خنده خودداری میکرد. کلانوار گپ زدنهای این پسرک را آرامانه گوش داده خوابیدن به او دشوار بود. او به ناصر عباس و کریم جانکه نگریست. آنها به صحبت پیر و برنا با قیافه جدی گوش داده می نشستند. عادت کردند از افتش. ابراهیم جان به هر احتمال روی به طرف تریزه گردانید. آب و هوا بسیار ناباب آمد. باز به موضوعی مراق‌انگیزش برگشت سهراب جان. عاقبتش بخیر شود ده. غم نخور بچیم. باز هوای خوب می شود. پخته نغز می سبزد، نغز می پزد. هیچ خیل غم نمی خورید. ایدی مای گذشت و دوباره پنبه دانه کشتن لازم امک. زندگانی ما دهقان مردم به پخته وابسته. سهراب جان را یک بار جراحی کردند. حالا به زهردارش رودیکی باریکی ریزینی پیوسته، یک نوگی آن را به درون شیشه که انداخته به میانش بسته ماندند. چند مدت باید در همین حال گردد. ثانیتر باز یک بار جراحی می کنند و اصل قدیم برین صحت می شود. پسرک هر پگاهی به ایوان امک از سر کوچه یک دسته روزنامه تازه می آورد. از معامله طرفین معلوم که آنها آشناهای دیرینند. سهراب جان بچه بغیرت، گفت موی سفید. در شعبه خودشون به یک پلت زنهای بیمار دستیاری می کند. چقدر زن در اون پلته سهراب جان؟ 8 کس. انا 8 کس. آفرین بچیم. بعدی واقعی یخماز دیگر حادثه نشده است. امک در جایی که زن هست بی حادثه نمی شود. راست. سخنی او را قوت داد ایوان امک تا که حادثه تازه را نیز نقل کند. یک زنک از مرکز ریان ما خوابیده است. در همان پلته. به جراحی تیار می کنند. دستپانش اندک تنگ بوده است. از کیمچ خیل میتلی سخت. دستش ورم کرده ایستاده است. بریده گرفتن آن سو ایستد حتی دست رسانیدنی نمیماند. زنها به چیز و چاره حریص می آمدند. واقعه یخماز چی بود؟ پرسید کریم جانکه. تو یک واقعه شده گذشت. با دل ناخواهم گفت سهراب جان. ایوان امک به جای او جواب داد. این پسر به زنها از مگزین پاشت بازاره که تکی دروازه چیزهایی در کاریشان را خریده می آرد. روز یخماز فرمایند آورده است. 2 زن درد گلو شدند. اکنون سهراب جان به همسایه پلته ها یخماز نیست یا یخماز فروش کوچیده است گفته جواب می دهد. ایوان امک همراه سهراب جان برآمده رفت. ابراهیم جان خسته بر روی کتش نشست. کتفی ایوان امک چرا کج شده باشده؟ به هیچ کدامی از 2 نفر مراجعت نکرده به مابین پلت سوال پرتافت ابراهیم جان. کتفش؟ قصه کتفش از من پرسید. حاضر جوابانه گفت کریم جانکه و با شوق به نقل سر کرد. تک دگی پیرمرد قصه های عجیب و غریب، اما تا خوشش نآید نمیگوید. واقعه شاد و یگان خاطره تازه شود خودش به گپ می درآید، یا در حضورش یگان کس از تاریخ گذشته محمدانایی کند به مناظره در آمده می رود. خیر، کتفش از چی کج شده است؟ تکرار پرسید ابراهیم جان از سرسخن کریم جانکه قدر دلتنگ شده. کتفش از برداشته گشتن پلیماتی وزنین یک طرفه شده است، گفت کریم جانکه. وقتی که از کران سرخ به حدود کوهستان داخل می شوند، کار فرمودن پلیمات مکسیم یک اندازه دشوار می گردد. آن را عادتا به 2 قسم جدا کرده به اسبار می کردند. در لحظه ضروری، خصوصا اگر فرصت تنگ باشد، تشویشی بر زیاد بودن وصل آن به همه معلوم. ثانی در سنگستان از جای به جای کشاله کردنش هم ناباب. از همین سبب اندریج 2 سال پلیمات دستی شاش را با کتفش برداشته می گشته است. دستی باشد هم خیلی وزنین بوده است، قریب 1 پوت، لیکن کرای وزنش، صدای و تیراندازیش، واهمهش به ایوان امک معقول بوده است. شاش در نزدیکی ورانش از سفیدها غنیمت می افتد و در قطار لوازمات پاک همراهش از کشوری به کشوری می کوچد. روزی ایوان امک آن را در عرابه اینتندنت ها دیده
دیگر تا به دست آوردنش آرام نمیگیرد. آن وقت جوانی 21 ساله بود دیه. پولمیوتی از لوئیس کولت فرق داشته را برداشته گشتن در جوانی گویا یک نوع بینای افتخاری می شود. کالیبر 6 کلان برای از پای برافت مثلا فیل یک دانه تیرش کفایه. کماندیرها از صدای واهم‌انگیزی آن راضی بودند. می گفتند که پولمیوت تویوان به جای توپی سبک خدمت می کند. بنابراین هم از کشاکش و مناظره وی در بالای تیر و تیردان ذخیروی چگونه برداشته گشتنش آن پولمیوت را چشم می پوشند و اکثرا طرفگیری می کنند. کتفش انا همان سالها کج شده است. سالیتر با خبر شده به کتف دیگرش می بردارد، اما دیگر دیر شده بوده است. سالهای 30 در کالخوز سنتر کار می کرده است. با مسیحیت یک دکتر مشق کرده قامتش را خیلی راست می کند. لیکن در جنگ وطنی باز از همان کتفی راست یردار شده از گوسپیتال دوباره کج شده می براید. در تاریخ ایوانی مقدس بود، ایوانی کلیته بود، ایوانی سیوم، ایوانی بزرگ یا ایوانی شداد بود، ایوان اندریویچی مسل سرا بود، ایوان پدوبنی پهلوان بود. لیکن ایوانی کج نبود که این هم پیدا شد. می گفتند جوره های هزل کشش. ایوان امک در جواب می گفت است که آدم کج باشد و دلش راست. یک سحر ناصر عباس در مرکز ریانش از اتوبوس فرامد که در ایستگاه 2 کس انتظارش بودند. یکی نابینا، عینک گرده سیاه در چشم، عصای به دست به پنجره شپنگ ایستگاه تکیه کرده می ایستاد. دومش ظاهراً برای شنوانیدن به همراه نابینایش سلام رفیق عباس زاده گویان به او نزدیک شد. بعد به مرد نابینا اشاره نموده گفت که این کس شما را نگران است و خود برفت. نابینا دستی او را فشرد. سپس آن را سر نداده اول نرانگشت، ثانی به نوبت انگشتان دیگرش را کف دست، پس آن را علاهده پلماسید، گویا کدام یک نشانه تنها به خودش معلومی را جستجو می کرد. نهایت در روی داغ نغزکداری او علامتی ممنونی پدیدار گشت. او گوش به اطراف داده صبر می کرد که تا که مردمی از اتوبوس فرآمده پراکنده شوند. بعد گفت که او در کابینت تعلیمی و استیصالی کر و کور و گنگ ها کار می کند و برای رئیس کمیته نظارت خلقی عرضه دارد. تفتیش کابینت تعلیم استیصالی خود همان روز سر شد. موافق قاعده باید کمش از 32% کارگران کابینت اینوالیدها باشند. در واقع کمتر بود. خیر کمتر باشد خلاف معیار است، اما خلاف قانون نیست، چون که در حقیقت هم اینوالید کم باشد خوب است و حاجتی نیست که کسی از این نقطه غمگین شود. لیکن در این قبیل مؤسسه کار باید طرزی تشکیل شود که سالمان بر عاجزان حکم فرمایی نکنند. در کابینت بهترین خانه های بجای کار نزدیک و براحت در تصرف سالمان بود. اینوالیدان 20 کیلومتر دور از کارگاه استقامت می کردند. اتوبوسی مخصوصی که به کشانیدن آنها متصدی بود به اجرای سفارشات سالمان بند شده پیوسته دیر می ماند. سربغلتر و دیگر کلان شونده های کابینت همه کارهای سرمعاش را به خویش و تبار و مقربان خود هدیه کرده بودند. معاش اینوالیدان خصوصا نابینایان نظر به سالمان دوچند کمتر بود. موافق قانون کر و گنگ و نابینایان را باید هنرهای نو می آموختند، در جایهای دلخواهشان به کار تعیین می کردند. کابینت های تعلیمی را دولت مخصوصا به همین مقصد برای احتیاج نکشیدن عاجزان تأسیس داده است. اما در آنجا این قانون تماما فراموش شده بود. به سر نابینایان دوغ و درنگ می کردند. اگر از یگان خصوص یکی شکایت کند برو دادت را به خدا بگوی، هر چیز از دستت می آید بکن می گفتند. آنجا گویا عالمک ناشناسی به اصطلاح فیزیک ها انتی عالمی بود که منظره های حزناور آن در دیده بینا می نشست نه در عقل سالمی می غنجید. در عرفیت کر و گنگ یا شل و نابینا را از قدیم الایام
آدمان خدازده می گفتند. باز می گفتند که خدازده را بنده نباید زند. اما ناانصافان آن مؤسسه داد بیدادگری را داده بودند. روز دومی تفتیش چندی از آنها در مقابل رئیس کمیته ریانی نظارت خلق با چهره های تملقبار راست می ایستادند. ناصر عباس می بایست به آنها گناهشان را خلاصه کرده اعلان می نمود، اما او صورت آدمی و سیرت ناآدمانه ایشان را درک کرده به اندازه مات و مبهوت شده بود که دهان به سخن گشادن نمی توانست. او بارها در دلش در صحبت با رفیقان کار نظارت خلق را با کار میلیتسیا، پروکراتورا و سود مقایسه می کرد. کار این مؤسسه ها نیز دشوار است خلاصه می برآورد، لیکن آنها به هر حال می دانند که با پسمانده های جمعیت دزدان، حناتان، کیسه بران و قلابان سر و کار دارند. اگر همین جهت را ملاحظه کنیم، می گفت عباس، به خادمان نظارت آسان نیست. پروکورور یا میلیتسنیر به ملاقات با ذات‌های پس قبلا آمادند، اما خادم نظارت با آدمان کاردار است که در اداره‌های آبرومند خدمت می‌کنند، آدمانی که خلق با آنها منصب‌های مهمی را باور کرده سپرده است. از بین این قبیله برآمدن یگان نابکار هم غیر منتظر است، هم واقعی علم آور. مثل آن که از دکان نان بیارید و از درون آن یک گز طناب قفس افلاس برآید. در واقع سالهای پس از جنگ از میان نان بعضا میخ، تگمه، لطه‌پاره یا رسمانی می برآمد. حالا نان را تازه می پزند، ولی از بین منصبداران گاه ذاتهایی می برآیند که چشم کس را به عجایبات عالمی بشر ماش بر این می کشایند. ناصر عباس در روبرویش چهره‌های عرقشاری از چاپلوسی یا بیم پاداش کج و کلیپ شده راهبران کابینت اینولیدان را دیده حس کرد که می خواهد به این ذاتها اول مایه گناهشان را بگوید. گناه عظیم شما این که نادانید، می خواست بگوید او. هر کدام 10 سال عمر دیده هنوز نمی دانید که در مملکت ما فریب بقا ندارد. زیر دستی را یا زبردستی را فقط مدتی انا روید که 2 یا 3 سال فن زده می توانید، بعد ناگزیر فاش می شوید، چون که طبیعت این جمعیت ما چنین است که زوراوری، نیرنگ، ستم، چاپلوسی و هاکذا برای ریشه دوانیدن زمینه نمی یابد. چرا که در مملکت میلیون ها چشم و گوش ناظری کارند. اکثر کلی باشعوری مردمان خود را صاحب تقدیر، کار، دولتی خود می شمارند. ان همین نقطه را ندانستن شما باعث بدبختیتان است. او میخواست به این دسته همین سخنها را بگوید، اما در دلش گفت صدقه سخن شوید شما. ناگاه احساس نمود که در سرش کیم چگونه اندیشه های به شأن او نازیب سدیستی پیدا شده ایستادند. او میخواهد که در اینجا چرخ فلک بزرگی پیدا شود و این ذاتها را به صندوقه های چرخ فلک زنجیر بند کرده تگمه موتور الکتریکی آن را پخش کند و این توده بی اندیشه از چرخ زدن، از بالای پایان رفتن، از زاری و تولا کردن، آمرزش پرسیدن بی حال و بی مدار گردند. اما او همچنان به نگاه داشتن چرخ فلک اجازت ندهد. چرا محض چرخ فلک؟ چرا مثلا فلک نه؟ روید که اگر حتما از واسطه های قدیمه قین و عذاب لازم باشد، چرا کنده و زندانی و محض چرخ فلک؟ چرخی که اسباب دلخوشی کودکان یا کلانسالانی برنادیل است. ناصر عباس در آن دقیقه به این سوال جواب داده نمی توانست. جواب نمی گفت هم و با تأسف حس می کرد که اندیشه هایش در هم بر هم شدند و زور می زد که آنها را به سامان آورد. دولت سویتی برای آدمان ناتوان مؤسسه مخصوص گشاده است تا که به جهت نقص جسمانی خارزار نشوند، قدر انسانی خود را مکمل احساس کنند. ولی این ناانصافان وجود دولت عادل و به انصاف را، وجود قاعده و قانونهای انسان پرورانه آن را از یاد بردند. پس او نماینده این دولت، این حاکمیت باید کاری کند که آنها مدت مدیدی از خاطر نبرارند که
خطا کردند، خطا کردند، سخت خطا کردند. بار یکم دلش انا در همان کمبینت خلا زده، نفسش تنگ شده بود. تغییر وضع او را دیده بیدادگران از خانه برآمدند. یک گروه کارگران او را به افتاب و سواره کرده به مرکزی ریان آوردند. ناصر عباس حکایتش را تمام کرده بر روی کت یازید. زردادخان از آبگینه نیم استکان آب ریخته به او دراز کرد. رحمت دکتر، لازم نیست. چطوری که خودتان گفته بودید آهسته آهسته آب و تاب می آبیم. زردادخان تبسم کرد. به شما همین خیل نقل ها لازم؟ از صحبتی آن روزه همین قدر فهمیدم. رحمت معلم، لیکن به من همه خیلش لازم. از یک سر، از ابتدای کار تا به روزی به اینجا افتادانتان و نه فقط آن واقعه هایی که در جای کار روی دادند. عائله من تنج. ینگهتان را دیدید، پسرها را از در باشد هم دیدید. عائله من به گفت عالمان عائله ایدئالی. فقط عائله رو نه، مناسبت بیرون از اداره را با آدمان در نظر داشتم. نباشد باز بیگاهی بیاید دکتر. واقعا من باید خود را از گناه دیروزه پاک کنم. نباشد آرام شده نمیتوانم. باز کدام گناه بود است؟ ایوان امک شتابان به مابین گپ در آمد. هیچ واقعا نه دکتر. معلم شوخی میکنند. اما زردادخان با فراست از اصل واقع پای برد، مگر که به ناصر عباس تسکین‌آمیز گفت: اندری شما دوستان قرین، هوادار همدیگریم. خیر، بگاهی می آیم. ابراهیم جان رو به تیریزه خوابیده چشم از شعله آتشی جاویدان نمی کند. این آیین ثوابی در سر قبر شهیدان مشعله افروختن کی و از کجا رسم شده است؟ ناصر عباس می گوید که اولین آتش جاویدان را قریب 200 سال قبل از این در پاریژ زیر طاق ظفر به سر مقبره شهیدان افروختند. اون نگفت که به آنجا این آیین از کجا آمده است. احتمال خودش هم نداند. ابراهیم جان دین شب از ایوان امک سوال کرد. سری او با خیال دیگر بم بود. سوالی او را نفهمید و گفت: سال 1966 از روی لایحه هیکل تراش چریدنیچنکو گ و معمار سالومینوف گ ساخته بودند. نه، او چریدنیچنکو گ سالومینوف گ گفت. او همین هیکل یادگار را در نظر داشت. وی به این هیکل مهری دارد. سرگذشت و فاجعه شهیدانی که در اینجا خوابیدند به خاطره های موی سفید با رشته های زیادی مربوطند. روزی جورش حسن عبدالله به عیادت آمد. به او گفت که فرصت یافته با کمیته دی کانسمال شهر در آید به سرور جوانان بگوید که از حال هیکل آگاه باشند. با امیدی پاسبان و فراشان باغ پرتافته ماندن خوب نیست. بیشتر بود نمیدید. اما از این تیریزه ایوان امک چند مراتب دید که بچه ها آمده در پایه هیکل بازی میکنند. اول دقیقه علنگه را با حیرت تماشا میکنند. پس در صحن مشعله بازی سر میشود. از کجاها سنگچه آورده به حوضی پرآب اطراف مشعله سنگ میغرانند. کنی سنگی که چند بار روی آب میجهد و دورتر میرود. با کلانهای کمسمال البته بیگو احترام محلی پاک را از خردی آموختن بهتر. خیر، این آیین از کجا آمده است؟ از یونان قدیم افسانه موزون پرومته مانده است. پرومته خود از آنهای بهادر از اندهایی بود است که با فرمان خدای اولمپ زئوس گنبدی فلک را با نوبت بر دوش خود برداشته می ایستادند. لیکن گرچه این ندیمان خداوند به شمار می رفته است، پرستاری آدمان بوده است. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما از خزینه طلایی رادیو رمان اجتماعی پالات کنجکی را
аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов шунидед. поёни гуфтори 8. шоду муваффақ бошед.